سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی. به دوره تخصصی توسعه کسب و کار به روش فرانچایز خوش اومدید. در این دوره قرار شما آموزش هایی رو ببینید که به کمک اونها بتونین کسب و کارتون رو به صورت یک کسب و کار زنجیره‌ای آماده سازی کنید و شعب اون رو به راحتی بتونین واگذار کنید. در ادامه قراره بفهمیم که اصلا فرانچایز چیه و چطور میتونه به کسب و کار ما کمک کنه. فرانچایز یک مدل کسب و کاره که در اون فرانچایز دهنده با دریافت مبلغی به علاوه درصدی از فروش به فرانچایز گیرنده اجازه میده که از نام تجاری او، از روش کسب و کاری او، از پشتیبانی و خدمات آموزشی او، از محصولات برند، از تجربیات فرانچایز دهنده و از تبلیغات مشترک برای خودش استفاده کنه و در کل ریسک کمتری برای شروع کسب و کارش انجام بده. حالا میخوایم در مورد مفاهیم فرانچایز شرح بدیم. فرانچایز دهنده شرکت یا فردی که دارای نام تجاری، محصولات، خدمات و سیستم کسب و کاریه و اجازه میده که دیگران از نام تجاری و سیستم کسب و کاری او در قبال دریافت مبلغی استفاده کنند. فرانچایز گیرنده شخص یا شرکتی که به دنبال بهره برداری از نام تجاری، محصولات، خدمات و سیستم کسب و کاری فرانچایز دهنده است و معمولاً در قبال اینها باید مبلغی رو به فرانچایز دهنده پرداخت کنید. نام تجاری شناسه‌ایه که برای شناساندن محصولات یا خدمات شرکت استفاده میشه. هزینه‌های فرانچایز هزینه‌ایه که فرانچایز گیرنده بابت استفاده از نام تجاری، محصولات و خدمات و سیستم کسب و کاری فرانچایز دهنده پرداخت میکنه. سیستم های کسب و کار روش ها و فرآیندهایی که فرانچایز دهنده برای رسیدن به هدف خود در کسب و کار به کار میبره. این سیستم شامل روش های تولید، توزیع، بازاریابی و پشتیبانی. قوانین فرانچایز مجموعه ای از قوانین و مقرراتیه که توسط فرانچایز دهنده برای همکاری با فرانچایز گیرنده تعریف میشه. این قوانین شامل حقوق و مسئولیت ها، شرایط قرارداد و غیره نیز میشه. در فایل بعدی در رابطه با تاریخچه فرانچایز صحبت خواهیم کرد و سپس در مورد معایب و مزایای فرانچایز برای فرانچایز دهنده و همچنین برای فرانچایز گیرنده مطالبی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. همراه ما تا آخر دوره باشید.